با عرض سلام و حرمت خدمت همه دوستان گرامی، امید حال همه شما خوب باشد. ویدیوی امروزی ما در رابطه با آموزش خوشنویسی با خودکار در بخش خط نستعلیق موارد خاص حرف ب است. دوستان گرامی، طوری که در درس های قبلی اشاره شد، حرف ب مفرد در بخش ب مفردات گفتیم که حرف ب از جمله حروفی است که روی خط زمینه قرار گرفته و به دو شکل کوتاه و یا کشیده نوشته می شود. این شکل حرف ب مفرد است که به صورت کامل یا به شکل کوتاه یا به صورت کشیده نوشته می شود. امروز در ادامه درس های قبلی موارد خاص حرف ب را بررسی می کنیم. دوستان گرامی، حرف ب در کنار اینکه به صورت مفرد به شکل کوتاه و کشیده نوشته می شود، 7 حالت خاص یا 7 شکل خاص را به خود در ترکیبات می گیرد که به ترتیب آنها را با هم بررسی می کنیم. حالت اول حالتی است که بعد از حرف ب بلندا باشد، مثل الف لام. مثلا اگر قرار باشه کسی بنویسه کلمه بابا بعد از ب، حالا با یک تغییر رنگ اینجا بلندی است، اینجا حرف ب به می شکلی که نوشته کردم نوشته میشه. یا مثلا ما و شما بخوایم بنویسیم بلا، ب شکلش به می حالت دورنگی که می نویسم نوشته میشه. آل لام الف لا که بلند است، ما صحبت ما سر حالت ب است که ب در این حالت ها به این شکل نوشته میشه. یا مثلا بنویسیم بگویم، بازم حرف ب که در حرف گاف وصل میشه به همون شکلی که گفته شد نوشته میشه. این حالت اول حرف ب است در ترکیبات که به صورت جمع نوشته میشه. حالت دوم همونطوری که در شکل میبینین دوستان گرامی، زمان نوشته میشه حرف ب به این شکل که بعد از ب کشیده باشه. مثلا ما بخوایم بنویسیم بس، در این صورت بعد از حرف ب حرف سین است که کشیده نوشته شده و ب به این شکل نوشته میشه. یا مثلا بنویسیم بیگم که بعد از ب حرف یا کشیده نوشته میشه و در اینجا ما حرف ب را به این شکل می نویسیم. یا مثلا بنویسیم بود، بعد از حرف ب حرف ت را به صورت کشیده بخوایم بنویسیم ب به این شکل نوشته میشه. حالت سوم یا شکل سوم ب زمانی است که بعد از حرف ب حرفای مانند حرف جیم، ه، خ نوشته شود. مثلا اگر ما قرار باشه بنویسیم بچه، حرف ب ما همونطوری که گفتیم به این شکل نوشته میشه. این حرف ب است و ما حرف چ را در اضافه میکنیم. یا مثلا ما و شما بخواهیم بنویسیم به حکم و ای را کشیده بنویسیم، بازم حرف ب ما به مو شکلی که گفتیم نوشته میشه. حالا حرف ه و کاف و میم را اینجا نوشته میکنیم، به این شکل نوشته میشه. و یا مثلا ما و شما بخوایم بنویسیم به حسرت، در اینجا هم حرف ب به می شکل نوشته میشه. حالا حسرت چون کشیدن نیست ولی
اینجا با موازی با خط کرسی است، اینجا کمی زاویه داره با خط کرسی. این حالت سوم حرف ب است. حالت چهارم، هرگاه بعد از حرف ب حرف میم نوشته شود، در او صورت نسبت به حالت سوم کمی کوتاه‌تر نوشته می شود. مثلا ما و شما بنویسیم بم. در این حالت است که حرف ب با میم وصل میشه، نسبت به حالت سوم کوتاه‌تر نوشته میشه. یا مثلا ما بنویسیم ب با میم و الف، بازم به می شکل نوشته میشه. یا مثلا ما و شما بنویسیم نمرود، بازم به مو حالت نوشته میشه. اینجا نمرود به شکل نوشته میشه. این حالت چهارم حرف ب بود. حالت پنجم یا شکل پنجم حرف ب در ترکیبات به این شکل نوشته میشه و زمان این حالت نوشته میشه که بعد از حرف ب حرف واو، زاد یا غین و قاف باشه. به طور مثال ما و شما نوشته میکنیم بود، حرف ب به می شکل نوشته میشه. این حرف ب است و اگر ما در اینجا حرف واو را اضافه کنیم نوشته کرده میتونیم بود. یکی حالتی. یک مثال دیگر، مثلا ما و شما بخوایم بنویسیم ب و زاد یا ب و صاد، در او صورت باز هم ب به می شکل نوشته میشه. و یا ما و شما بخوایم بنویسیم بغض، حرف ب ما اینجا به می شکل نوشته میشه. حالا ما حرف غین داریم و حرف زاد داریم که ایره تکمیل میسازیم. البته بیشتر حواس ما به طرف ب است، ای شد بغض. یا مثلا ب و قاف یک جای بنویسیم، اینجا هم حرف ب به مو حالت نوشته میشه به این شکل. این حالت پنجم حرف ب در ترکیبات است. حالت ششم دوستان گرامی مانند حالت چهارم است، اما کمی ایستاده تر، یعنی به شکل عمودتر نوشته میشه نسبت به خط کرسی. به طور مثال که به شکل نوشته میشه، به طور مثال ما در کلمه بهار حرف ب را که داریم به این شکل ای حرف ب است و ما حرف هی گرد و الف دی وصل میکنیم اینجا. البته کمی مشکلات خود داره. بهار یا بخوایم بنویسیم به هم، بازم حرف ه و میم دی وصل شده حرف ب به می شکل نوشته میشه. یا بخوایم بنویسیم مثلا تهران، بازم حرف ب و یا ت ما به شکل نوشته میشه. خب از اینجا کمی قلم با فشار حرف ر خنجری و حرف نون تکمیل میسازیم. منظور ای سه حالتی، سه مثال از حرف ب در حالت ششم ب بود. حالت هفتم یا آخرین حالت حرف ب زمانی است دوستان گرامی که بعد از حرف ب حرف یا نوشته شود، یعنی هرگاه حرف ب متصل به حرف یا نوشته شود به این شکل نوشته میشه. مثلا ما بنویسیم بی بی، یعنی حرف ب و اینجا به این شکل نوشته میشه. امیدوارم این ویدیو برایتون جالب بوده باشه و من تلاش میکنم که تمام حالات استثنایی حروف و کلمات رو برای شما اینجا تهیه کنم، شرایطش و نحوه نوشتنش را. امیدوارم از ویدیوهای بنده لذت برده باشید و این ویدیو برایشون جذاب بوده باشه. اگر این ویدیو برایتون جذاب بود حتما کانال زیا کالیگرافی را سابسکرایب نمایید
و برای دیدن ویدیوهای بیشتر زنگوله رو هم بزنید. تشکر از حمایت و تشویق همه شما. اگر نظر و یا موارد خاص بود حتما در کامنت بنویسید.